الو سلام، باز چه خبر شده؟ از دوست جدیدمون خبرهای خوشی دارم. هنوز از راه نرسیده و عرق تنش خشک نشده شروع کرده. خانم ملک تاج خانم، این تیمسار شما باید از اون قالتاقای نمره 1 باشه. ملی جون، ملی نده، آخه گوش کن. نه یه سوء تفاهمه. ملی جون خیلی خوب، هر طور که تو صلاح میدونی. ملی خوجه که پدر و مادر. تفاوت که مال تو با هم درد سر آن بیشتر و وسوسه نکن کرک. تو انقدر قدرت داری، انقدر دست اینجا و اونجا داری که دست بعضی رو کوتاه کن. تو کوتاه کن، فقط من و تو. با خوجه چه میکنیم؟ یه کاری میکنم، یا باید بخریش یا سر به نیستش کنیم. جرأتشو داری؟ تو منو خوب میشناسی. خب پس ببینیم چی پیش میاد. سیگار میکشی؟ دودی نیستم. چی میخوری؟ ویسکی؟ کنیاک؟ ودکا؟ نخورده مستم. حالا یه چیزی بریزم برات. نماز میخونم. پس نمازم میخونی؟ بله، نماز نخونیم چه کنیم؟ دیگه میخوایی چی کار بکنی؟ این همه آتیش روشن میکنی بازم میگی چه کنیم؟ زمستونه و هوا سرد، آتیش روشن نکنیم چه کنیم؟ خب دیگه تعریف کن. ما چه تعریفی داریم؟ هرچه تعریفی پیش شما. ازت خوشم میاد، تو جواب وا نمیمونی. واسه هر حرف یه جواب از پیش ساخته شده داری. از خوج محمد فقط زبونش باقی مونده. ناراحتیم اینم از بیخ بکنمش. چه میشه کرد؟ تو خودتو حیف کردی خوجه. تو باید تو شیلات بعد از این همه سالها و خدمتها کسی شده باشی. هنوزم فرصت داری، هنوزم دیر نشده. فقط باید تصمیم بگیری. که چی؟ بالاخره تصمیم میگیری یا نه؟ تصمیم بگیرم که چه کنم؟ تصمیم بگیری که با ما باشی، تو خانواده ما باشی. الانم هستم، نمک پروردم. هر کاری هم از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. میدونم تو هر کاری از دستت بر اومده برام انجام دادی، اما از تو بخوام تصمیم بگیری از این به بعد دیگه هیچ کاری برام انجام ندی، مثل کاری که چند شب پیش انجام دادی. منظورم اون جنجال شبونه جلوی انبار خاویاره که راه انداختی. من اون شب تو خونم بودم، سر و صدا رو شنفتم اما از جام نخوردم، چون دیگه با سر و صدا کاری ندارم. خوجه من میخوام با تو دوست باشم، من میخوام خیرم به تو برسه، من میخوام حقی رو که از تو گرفته شده به تو بدم، من میخوام تو رو سرمسئول سردخونه ها بکنم. این برای تو هیچ ارزشی نداره؟ چرا نداره؟ اون جعفرقلی نامرد با دغلی جای منو گرفته. اون با دغلی جای تو رو نگرفته، اون آدم سربراهی بوده اما تو آدم سربراهی نبودی، فقط همین. اگه منظورتون پرونده منه، بار پیش عرض کردم اون خوجه مرد، من سالها خودمو کنار کشیدم. به ظاهر خوجه محمد ظاهر و باطنش یکیه. ببین تو راه نمیای،
تو با حرفا و کلمات هی بازی میکنی. تو نمیخوای با زبون خوش، نمیخوای از روی صداقت به گناه چند شب پیشت اعتراف کنی. تو الان اعتراف کن و قول بده که دیگه خطایی ازت سر نمیزنه. برداس و سرمسئول سردخونه هایی. اعتراف به کار نکرده نمی کنم. از جلوی من وای نیستی. چرا شما میخواین دستی دستی کاری کنین که من جلویتون بازم؟ من الان توی خونه شما هستم. من اگه با شما دشمن بودم پامو تو خونتون نمیذاشتم که هیچ، سایتونم با تیر میزدم. اصلا همین الان که اینجا نشستم با همین چاقو سرتون و گوش تا گوش میبریدم. اینی که میگن خود محمد سر میبریده قصه است، پرونده است، گذشته است. گذشته ای که مثل یه اسب چابک تو صحرا تاخته و رفته و از نظرها ناپدید شده. خوجه محمد الان چاووش کجا بود که سر ببره؟ خوجه محمد الان اسبش کجا بود که بتازه؟ خوجه محمد الان یه دوتاره، یه آوازه. اگه اینا ناراحتتون میکنه بگین همین الان دوتارمو میشکنم و آوازمم خفه میکنم. تو کی هستی؟ چرا اسمتو نمیگی؟